تقریبا همه ایرانی‌ها یه چیز مشترک داریم. تاریخ رو تو مدرسه خوندیم ولی نصف واقعیت رو بهمون نگفتن. اسمش رو گذاشتن تاریخ ایران ولی بیشترش یا سانسور بود یا قهرمان ساختگی یا بعضیا رو عمدن حذف کردن. امروز قراره تو 30 دقیقه کل تاریخ ایران رو بدون سانسور و رک بگیم، از اولین انسان‌هایی که اینجا زندگی کردن تا شاههایی که کشور رو فروختن، تا جنگ‌ها، افتخارات، خیانت‌ها و حتی اشتباهات کشور خودمون. اگه فکر میکنی تاریخ ایران از کوروش شروع شد، باید بگم هنوز اول راهیم. قبل از کوروش، قبل از هخامنشی‌ها، حتی قبل از مادها، تو همین خاک ایران تمدن‌هایی بودن که خیلی ها اسمشون رو حتی نشنیدن. تمدن جیرفت، شهرش سوخته، ایلام، شهری که مردمش عمل جراحی مغز انجام میدادن، چشم مصنوعی میساختن و اینا 5000 سال قبل از میلاد اتفاق افتاده. یعنی وقتی هنوز مصری‌ها درگیر ساخت اهرام‌ها بودن، ما تو ایران پزشکی و سیستم شهری داشتیم. ولی چرا اینا رو تو مدرسه نگفتن؟ چون اگه بدونیم تمدنمون چقدر قدیمیه، دیگه هیچ کس نمیتونه بهمون بگه شما هیچی نبودین. بریم سراغ مادها، هخامنشیان و کوروش. وقتی اسم مادها میاد، خیلی فقط یاد یه جمله تو کتاب تاریخ میافتن: اولین حکومت آریایی در ایران. ولی واقعیت مادها فقط یه حکومت نبودن، بلکه نقطه شروع نظم و اتحاد ایرانیا بودن. اونا تونستن قبایل پخش و بی‌نظم رو دور هم جمع کنن، ارتش درست کنن و حتی جلوی آشوری ها وایسن. همون آشوری هایی که با بیرحمی کل خاورمیانه رو سلاخی کرده بودن. بعدش نوبت کوروش میرسه، ولی اون کوروشی که ما تو مدرسه خوندیم یه آدم مقدس و فرش مانند بود، در حالی که واقعیت خیلی پیچیده تره. کوروش بزرگ یه نابغه سیاسی بود، بله، اما سیاستش فقط بر پایه عدالت نبود، بلکه ترکیبی از هوش، فریب و قدرت نظامی بود. اون باهوشتر از بقیه بود، چون فهمید مردم رو باید با احترام تسخیر کرد، نه با شمشیر. میدونی منشور کوروش که بهش میگن اولین اعلامیه حقوق بشر، خیلی ها میگن اون در واقع یه متن تبلیغاتی برای توجیه فتح بابل بود. یعنی کوروش با سیاست کاری کرد مردم خودش رو منجی بدونن، نه اشغالگر. یه جور هوش رسانه‌ای که تو قرن ششم قبل از میلاد انجام شد. ولی یه نکته جالب، هیچ سند ایرانی از خود کوروش نداریم. همه چی رو از نوشته‌های یونانی میدونیم، یعنی حتی تاریخ خودمون رو هم دیگران برامون نوشتن. و این شروع سانسور و حذف در تاریخ ما بود. بعد از کوروش بزرگ داریوش اومد، مردی که ایران رو تبدیل به یه امپراتوری واقعی کرد. ولی همون یونانیانی که امروز منبع اصلی تاریخ شدن، داریوش رو یه دیکتاتور خونریز نشون دادن. چرا؟ چون شکستشون داده بود. توی نبرد ماراتون ایران با اون عظمت جلوی شهرهای کوچیک یونان وایساد. ولی بعد از چند تا شکست، یونان با نوشتن تاریخ خودش رو قهرمان و ما رو وحشی شرقی نشون داد. واقعیت چیه؟ یونان اون موقع از نظر فرهنگی و علمی از ایران عقب‌تر بود. داریوش جاده میساخت، مالیات تنظیم میکرد، سیستم پست راه انداخته بود، ولی یونان هنوز درگیر شهرهای کوچیک و دعواهای داخلی بود. اما یه سوال مهم: چرا با اینکه ما قوی‌تر بودیم، آخرش یونان شد نماد تمدن و ما شدیم شرق عقب مانده؟ چون اونا داستان خودشون رو نوشتن ولی ما نه. وقتی تو قلم نداری، دیگران تاریخ رو با جوهر خودشون می‌نویسن. تاریخ همیشه با قهرمانای جلیب پر شده، مثل اسکندر مقدونی که غربی‌ها بهش میگن اسکندر کبیر. ولی کبیر برای کی؟ برای کی؟ برای ما که شهرها و کتابخانه‌هامون رو سوزوندن و مردم ایران رو قتل عام کرد، یا برای خلق که دنبال یه منجی برای خودش بود؟ واقعیت اینه که اسکندر ایران رو فتح کرد، اما هرگز نتونست برش حکومت کنه، چون فرهنگ ایران اونقدر قوی بود که خودش و سپاهش رو جذب کرد. اسکندر تا آخر عمر لباس ایرانی می‌پوشید، با شاهزادگان ایرانی ازدواج کرد و, و به سبک شاهان ایرانی حکومت کرد. یعنی اون که اومده بود فرهنگ ما رو نابود کنه، خودش اسیر شد. این یعنی قدرت تمدن. بعد از مرگش سلوکی ها اومدن، یونانی هایی که تو ایران موندن ولی حکومتشون فقط روی کاغذ بود، چون مردم ایران زیر بار فرهنگ بیگانه نرفتن. بعدش پارت ها اومدن، اونایی که هیچ وقت تاریخ رسمی درست حسابی ازشون ننوشته شد. ولی واقعیت پارت ها قرنها جلوی امپراتوری روم وایسادند. توی همون زمانی که اروپا تو تاریکی قرون اولیه بود، ایران هنوز امپراتوری داشت که شاه و مجلس مشورتی همزمان داشتند، ولی ما ازش فقط یه پاراگراف تو کتاب دیدیم. بریم سراغ ساسانیان. ساسانیان دورانی که ایران یکی از دو قدرت اصلی دنیا بود کنار روم شرقی. اگه بخوام واقعی بگم، ساسانی ها اونقدر قوی بودن که اروپا بدون اجازهشون نفس نمیکشید. جاده های شاهی،
سیستم مالیاتی، ارتش منظم و دین رسمی. اما با قدرت فساد هم اومد. روحانیان زرتشتی اون زمان انحصار دین رو دست گرفتن و هر کی مخالف بود میسوخت. این یکی از اولین جاهایی بود که دین رسمی به ابزار حکومت تبدیل شد. ولی از اون طرف ایران تو علم و پزشکی غوغا کرده بود. دانشگاه گاندی شاپور یکی از بزرگترین مراکز علمی جهان بود. پزشکانی از هند و یونان میان ایران درس میخونن. باورت میشه؟ یعنی قبل از اینکه اروپا اصلا چیزی به اسم دانشگاه بشناسه ما داشتیم علم صادر میکردیم. اما چی شد که این امپراتوری طلایی سقوط کرد؟ نه فقط به خاطر حمله اعراب، بلکه به خاطر خود ایرانی ها. فساد، اختلاف طبقاتی، دعوای شاهزادگان. وقتی مردم از حکومت خسته بشن دشمن فقط کار نیمه تمام رو تمام میکنه. سال 651 میلادی ساسانیان سقوط میکنن. اما این فقط سقوط یک پادشاه نبود، سقوط یک هویت بود. اعراب با پرچم دین اومدن، اما پشت اون پرچم شمشیر سیاست بود. تو کتاب‌های درسی گفتن ایرانی‌ها با خوشحالی اسلام رو پذیرفتن. اما تاریخ واقعی چی؟ صدها قیام در سراسر ایران شکل گرفت. از خراسان تا فارس، از ری تا کرمانشاه، مردم نمیخواستن فرهنگشون رو از دست بدن. ایرانی ها فهمیدن که اگه بخوان زنده بمونن باید بجنگن، اما نه با شمشیر، با فرهنگ. اسلام رو ایرانی کردن، همون دینی که قرار بود فرهنگ ما رو پاک کنه. تبدیل شد به ابزاری برای زنده موندن زبان و هویتمون. فردوسی 1000 سال بعد این نبرد فرهنگی رو تمام کرد. با شاهنامه، با شعر، اون کاری رو کرد که 1000 شمشیر نکرده بودند. اگر شاهنامه نبود شاید امروز فارسی وجود نداشت. اون کتاب فقط شعر نیست، سند زنده موندن ایرانه. بعد از قرنها ایران بارها و بارها از خاک سر خودش بلند شد، ولی شاید هیچ حمله مثل مغول‌ها ویرانگر نباشه. چنگیزخان اومد، شهرها رو سوزوند، کتابخانه ها رو نابود کرد و میلیون ها نفر رو کشت. اما مغول‌ها هم در نهایت ایرانی شدن، همونایی که اومده بودن نابود کنن. آخرش مذهب و فرهنگ ما رو پذیرفتن، یعنی فرهنگ ایران. حتی قاتلاش رو هم بلعید. بعد نوبت تیموریان بود. شهرهایی مثل هرات و سمرقند تبدیل شدن به مرکز هنر و علم. اما هر بار که ایران داشت اوج میگرفت قدرت طلبی شاهها دوباره انداختش پایین. صفوی ها اومدن و مذهب شیعه را رسمی کردن. از یه طرف باعث اتحاد ملی شدن، از طرف دیگه درگیر مذهبی و جنگ های خونین با عثمانی ها شروع شد. اون دوره ایران دوباره تبدیل شد به قدرت منطقه‌ای، ولی توی همین دوران هم یه چیز تغییر نکرد. سانسور هر صدایی که مخالف بود یا اعدام میشد یا حذف. وقتی صفوی‌ها سقوط کردند ایران پر از هرج و مرج شد. افغان‌ها از شرق حمله کردند، عثمانی‌ها از غرب، روس‌ها از شمال و مردم بین همه اینا له شدند. ولی یه مرد از دل چوس بیرون اومد، نادرشاه افشار، مردی که از سفر رسید به تاج و تخت. اون ایران رو دوباره متحد کرد و ارتش مدرن ساخت. اما نادر هم یه مشکل بزرگی داشت: قدرت. اون رو از درون خورد. از یه قهرمان نجات دهنده تبدیل شد به پادشاه خونریز. بعضیا میگن تو سالهای آخر از ترس خیانت همه رو میکشت، حتی نزدیکترین هاش رو. ایران با شمشیر بلند شد و با شمشیرم افتاد. بعد از اون دوران قاجار رسید و اینجا دیگه تاریخ فقط سقوط نیست، فروش ایرانه. قرارداد گلستان، ترکمانچای و بریدن تکه تکه کشور و هیچ کس جوابگو نبود. روس‌ها شمال رو گرفتن، انگلیس جنوب رو، و قاجارها فقط به فکر تاج و تخت خودشون بودن. اگه بدونی چند تا از شاهزاده ها فقط با یه وعده سفر به اروپا امتیاز نفت دادن بهت بر میخوره. ولی این همون واقعیتی که تو کتاب ها حذف شد. تو این دوران اروپا داشت انقلاب صنعتی میکرد، ولی ایران داشت افتخار میکرد که شاهش چند تا زن جدید گرفته. اینجا عقب ماندگی واقعی شروع شد، نه با حمله دشمن، با خیانت داخلی. اگر به همچین ویدیوهای علاقه‌مند هستید حتما کانال ما رو دنبال کنید و این ویدیو رو هم لایک و به اشتراک بگذارید.